دوستان عزیز درود. این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است و ما چون هر وقت از اساسی ترین ها میگوییم این نوبت سخن سری کوپروک اساسی فوتبال بازان اساسی آسیایی به یورو فوتبال می رود یا چگونه سلتیک به جستگوی اساسی آسیایی برای آمدن به پریمیر لیگ انگلیا تبدیل یافت. روزهای استراحتی قبلی وقت بازی مقابل مازرویل 2-1 همه بازیگران خط حمله سلتیک از بازیگران آسیایی عبارت بود. به حمله‌ور ژاپنی کیتا فوروخاسی از کنارها دایزن مایدا از ژاپن و یانخن جون از کره جنوبی کمک می‌کردند. این هم آخری کار نیست. موقع نیم حمایتگر مرکزی را رئو خطاطی ژاپنی اشغال کرده بود و از کرسی‌های احتیاطی آخن گیوی کره‌ای به میدان آمد. این هم به ارتش پرای آسیایی در سلتیک نیست. ژاپن و کره جنوبی را در سلتیک امروزه همگی 8 بازیگر معرفی می‌کنند. با وجود خواهش این تیم شتلندی می‌تواند که قریب با هیئتی به طور پره عبارت از بازیگران همکاره ما به میدان آید. همزمان از نیم حمایتگر یاسوک یدگوتی 27 ساله هم نباید فراموش کرد. نفری که بازیگر سلتیک است ولی عین زمان در اجاره در ژاپن قرار دارد. پس سوال به میان می آید که چطور چنین شد که دسته فوتبالی از گلاسگو جزیره‌چه آسیا در اروپا گردید. توجه به آسیا را سرمربی فعلی تاتنهام هاتسپور انگه پستکوگلو روان کرد. چنین استراتژی بعد رفتنش نیز کار می‌دهد. تابستان به ژاپن رفتند و باز با 2 کره‌ای دیگر شرطنامه بستند. هنوز پیش از موسم 21-22 پستکوگلوی استرالیایی به گلاسگو از یوکوهاما ژاپن آمد و همانا اظهار نمود که به بازار فوتبالی غیرعادی برای شتلندی‌ها می‌براید. در نتیجه 10 از 26 بازیگران نو وقتی پستکوگلو 38% از کشورهای غیر اروپایی میباشند. بر زمین آسیا سلتیک بازارهای استرالیا و هر دوی امریکا را تحقیق نمود. مثلا آرون موی استرالیایی از شانگهای سیپکی چین آمد و آلیستر جانستون از مونرئال کانادا. ولی توجه اساسی جانب سلتیک جانب ژاپن کرده بود. همانا وقتی آمدن پستکوگلو فوروخاسی را از ویسل کوبه، خطاطی را از کواساکی، یدگوتی را از گامبا اساکا، مایدا را از یوکوهاما و سلتیک آورد. هرچند که نخست نتیجه ها خیلی بد بودند و او را با تدلسا مانند میکردند ولی پستکوگلو تحمل کرد و بازیگران نو نتیجه دادند. اساساً فوروخاسی روشنی کرد. 20 گل در همه مسابقه ها در موسم نخست، 34 گل در موسم دوم و آمار 4-2 در 7 بازی موسم نوین. کیگا بهر پیروزی دوم پای هم میان شانزن‌های بهترین میشتابد و احتمالاً این هم از برای تکراری 3 قهرمانی داخلی و یا خود تربل می باشد. مایدا نیز به بازیگر کلیدی تبدیل یافت یا صاحب آماری 20-13 در 80 بازی ها می باشد. این اگر خطاطی باشد آماری 14-14 در 72 بازی دارد. زمستان سال 23 باشد سلتیک توجه به بازیگران کره جنوبی نمود و چون کمک رسانی فوروخاسی آخن گیوی 22 ساله را آورد. حمله‌ور الکای 6 گل در 16 بازی‌های موسم قبلی به ثمر رسانیده است. تابستان باز سلتیک 2 کره‌ای جوان دیگر با 5 سال یانخن جون و کوانخ کیو را آورد تا آزمایش‌های نوین را ادامه دهد. بر زمین با رفتن پستکوگلو به تاتنهام برندن راجرز نیز کار با چنین سیستم را ادامه می‌دهد. برای همه بازیگران گفته شده آسیایی باشد گزارش به سلتیک این نزدیک شدن به آرزوهاست و آرزویشان باشد بازیکنی در پریمیر لیگ انگلیس می باشد. ما شاهد درخش بازیگران آسیایی چون سان در تاتنهام هستیم و آرزوها البته چون این طرز به حقیقت تبدیل می یابند. از جانب دیگر بازار آسیایی برای سلتیک ارزان بود که چنین راه را انتخاب کرد و سفر آسیایی ها را به پریمیر لیگ انگلیا نزدیک کرد. فکر میکنم اگر نمایندگان سلتیک یا خود پستکوگلو بازی النصر و استقلال را تماشا میکردند دوادو پراپر از برای رستم یتیموف نیز در بازار زمستانی زیاد میشد. سلتیک اگر به شرافت بازیگران آسیایی موفق است و در راه درست قرار دارد سوداکاری ترانسفری خپودن میانی لیون و مالنبک برایشان درد سر آورد.
زیرا فیفا گزارش حملور 19 ساله ارنست نوآما را به لیون طریق مالینبک تحقیق میکند. شنوار ما پیشتر گفتیم هر دوی دسته ها به یک نفر تعلق دارند. حملور 19 ساله تابستان قبلی از نورشیلند به RWD مالینبک بر عوض 25 میلیون یوروی رکوردی گزارش انجام داده بود و بعداً به اجاره با حق خریداری به لیون فرستاده شد. تکرار هم شود تیم های لیون و مالینبک به شرکت ایگل فوتبال تعلق دارند و بیزنس داخلی میان یک شرکت چند از تیم های لیگ یکم را زیر شبهه گذاشته است. کاری مالک لیون و مالینبک در مورد گرفتن بازیگر از یک تیم به تیم دیگرش اکنون از جانب فیفا مورد تحقیق قرار داده می شود و اگر اینجا یگان نادرستی معین کرده شود لیون برزمی در زینه آخری جدول قرار داشتنش باز جریمه می سپارد. المپیک لیون اگر که قریب در بند اجل کشال شده باشد، یووه هم بعد جنجال های پارساله هیچ از گرداب مشکلات برآمده نمیتواند. این مورد باشد پاگبا دچار مشکلی دوپینگی شده است. الکی معلوم است که سنجش دوپینگی بازیگر از روی تستوسترون نتیجه مثبت نشان داده است و بازیگر را محروم کنی از فوتبال به مهلتی از 2 تا 4 سال تهدید میکند. دسته تورینی حق دارد که با فرانسوی شرطنامه را قطع کند اگر او را به مهلتی بیش از نیم سال از فوتبال محروم کنند. چون این قرار در همکاری با نمایندگان بازیگر برآورده می شود. اطلاع می دهد لاگازتا دلو سپورت. همچنین در صورت جزای نسبتاً سرسخت باشگاه می تواند جبران پولی ها را طلب کند. تا محروم کنی موقتی از فوتبال پوگبا گرانمزدترین بازیگری دسته بود. معاش او سالانه 8 میلیون یورو را تشکیل داده. همچنین 2 میلیون دیگر در شکل علاوه پولی ها به جیب می زد. در وقتی محروم کنی از فوتبال باشد برایش 42477 یورو سالانه پرداخت می کنند و این هم کم است. خلاص که اگر پاگبا را به 4-5 سال از فوتبال محروم کنند مودپرستان از تقلید به آرایش موی سری نو می قفا می مانند و یوونتوس بعد خلاصی از پرداخت معاش 10 میلیونه سخت بای می شود. افریقاییان باشند اگر 100 سال هم در اروپا زندگی کنند باز همان کارشان را دوام می دهند. ریال مادرید در پس منظر پورا جوارکنی صف خویش میخواهد شاهین کانادایی از باواریا آلفونسو دیویس را سرآغاز سال 2024 به دست دارد. بازی دفاعگر به آنچلوتی سخت پسند است و او میتواند به نیمار و تمام منتخب برزیلیا جوابی رد گوید. شرطنامه دیویس با باواریا باشد سال 25 مهلتی انجام داشته. ریال میخواهد او را سال 24 به دست دارد. این هم در حالی است که کارلو آنچلوتی میخواهد به احیا آوردن این بازیگر به منتخب برزیلیا هم نرود. به اطلاع آیاس تابستان ریال میخواهد با ارزش فایده‌ناک بازیگر کانادایی را خریداری کند و فرلند مندی را به سمت دیگر روانه نماید. موسم جاری بوندسلیگا آلفونسوی 22 ساله 6 بازی گذرانیده 3 پاس گلی نیز دارد. اگر شود او به ریال بیاید در کنار آلابا رقم‌های نتیجه بخش خویش را در تیم شاهانه بیشتر خواهد کرد. نسبت بازیگر دیگری تیم میونخینی یا خود نسبت ماتیاس تل باشد تابستان درخواست‌ها به مراتب زیاد بودند و او 5 پیشنهاد را الکی رد کرده است. یکی از دسته‌های خریداری حملور 18 ساله باواریا توتنهام به حساب می‌رفت. گفته می‌شد که به خاطر گزارش کین با باواریا نسبت تل تیم انگه پاستیکاگلو مراخ ظاهر کرده بود ولی چطوری می‌بینیم تا به حال این نوجوان به سیستم میونخینی‌ها وفادار است. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیتو پولدار باشید.